کارمندان چرنوبیل از زهرآلود شدن سربازان اشغالگری روسیه صحبت میکنند. آنها روز 24 فوریه سال 2022 چرنوبیل را گرفتند. بسیاری از کارگران اوکراینی و پاسبانان در منطقه ممنوع نیروگاه درماندند. ما روز 24 فوریه سال 2022 از صدای ترکش بیدار شدیم. خواستیم با ماشین اینجا را ترک کنیم ولی پول را ترک کنده بودند. برای همین برگشتیم و ماندیم. در اینجا 270 کس بود. نیروهای روسیه آگاهی از خطرناک بودن محل را نادیده گرفته در زمینهای بسیار زهرآگین خندق و سنگر میکندند. با این حال زیر تأثیر رادیاسیون بلند میماندند. ما سربازان روس را دیدیم که با اتوبوس‌ها به شهر گومیل بلاروس برمیگشتند. قای میکردند و آبیله‌های کلانی در بدنشان بود. ما با آنها گفتیم در اینجا گشتن، نشستن یا دراز کشیدن روی علف منع است. آنها گوش نمیدادند. هر چی میخواستند میکردند. گرد و خاک بسیاری را برداشتند. رادیاسیون زیاد شد. ما با آنها گفتیم خود را بشویند، لباس و کفش‌هایشان را پاک کنند. اهمیت نمیدادند. Але розповідали, що митися, чистіть, взуття і тому подібне. Не хочете, не треба. سربازان روسیه روز 31 مارس از چرنوبیل عقب نشینی کردند. در 36 روز اشغالشان اینجا را تاراج و تجهیزات نیروگاه را ویران کردند. Здесь у нас расположен сервер. ما در اینجا سروری کامپیوترهایمان را نگه می‌داریم. اینجا معلومات درباره سطح تشعشع در منطقه ممنوع را جمع می‌آوریم. بعد که نیروهای اوکراین اینجا را گرفتند، ما 11 اپریل به کار برگشتیم. ترسناک بود. همه چی را شکستند، سرور را کندند. آنها شاید فکر کردند که ما اینجا سلاح اتمی می‌سازیم. در شبکه‌های اجتماعی گپ‌های دروغ بود که ما سلاح اتمی و یا بیولوژی می‌سازیم. Пускали же такие фейки и в Фейсбуке, и в интернете. نیروهای روسیه بعد ترک اینجا 170 اوکراینی را اسیر گرفتند. بسیاری از آنها را هنوز برنگرداندند.